یک سوال دارم. میگویند که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. آیا اینها را خدا خودش کور و کر نکرده است؟ البته در مقال ما و شما هست که کور دشمن خداست و کر دوست خداست، لیکن این را ما و شما میتونیم از سوره انفال خدا میگه استعیذ بالله ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. بدرستی این که بدترین شما، بدترین جنبنده در روی زمین کیست؟ کوران و کران و گنگان هستند. کورها، گنگها، کران، اینها دشمن خدا هستند. حتی در سوره دیگر چی میگه؟ در سوره اعراف آیت 179 میگوید اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کورها، این گنگها، این کران از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا طایفه غافل ها هستند. لکن مقصد از این کور و کر و گنگی که در بین ما و شما زندگی میکنن اینها نیستند. کوران کسانی هستند که حقیقت را میبینن و پیرو نمیشوند. گنگها کسانی هستند که حقیقت را میدانن و نمیگویند. کران کسانی هستند که موعظه برای اونها شنیدن خیلی مشکل است. گپ حق را شنیدن نمیخواهند. اینا کران هستند. هر کسی که اگر یک عمل ناسواب میبیند، چگونه پیغمبر گفتند اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. کدام شما اگر یک کار نامشروع را میبینید، یک کار ناسواب میبینید، در خاندانتان مثال میبینید یک کارهای حرام در بالای دسترخوان‌ها چیزای حرام که میبینید، با دستهاتون تغییر بدین. این زمان شما بینا هستید. شما این زمان کور نیستید. وقتی شما چیزی حرام میبینید، کار حرام میبینید، لکن چشم میپشین میگین ای خیر خودش جوابش میگوید، این حالت در شما کوران هستید. یا اینکه شنیدن امر معروف و نهی منکر برای بعضی از برادرها اگر دل خراش باشن، اونا کران هستند. و اگر بعض انسان‌هایی که حقیقت نمیگویند، اونها گنگها هستند. اینا را خدا چی گفت؟ اولئک کالانعام، اینها حیوان هستند. بل هم اضلوا، حیوان هم خوبتر از گفت خدا، از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا کرها و گنگها و کوران، مطلب از این است، نه این کورهای مادرزاد و نه این که به سبب بیماری ما و شما کر میشیم، گنگ میشیم و دیگر کسلات مبتلا میشیم. اینها در نزد خدا هیچ دشمنی هم ندارند. اینا برعکس در نزد خدا اگر عابد باشن، عبادت کننده باشن، ثوابهای جزیل صاحب میگردند. السلام علیکم داملا که فخر ما هستی. درباره آدم‌هایی که دل‌آزار هستند سخن‌های سخت و درشت میگویند. بسیارتر سخن گویید. آیا اسلام چی میگوید؟ اسلام ما و شما، پیغمبر خدا حدیث‌هایی که ترمذی روایت کردند که از نام ابو هریره هست، میگوید اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم. مکمل ترین شما از روی ایمان کیست؟ همان کسی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، رفتار خوب دارد. اینا گفتن پیغمبر خدا بهترین شما در بین شما به حساب می رود. نه آدمی که زبان درشت دارد، نه آدمی که دل‌آزار است. در دیگر حدیث که راوی اینم ابو هریره است، پیغمبر خدا میگوید ان المؤمن لا یدرک بحسن خلق درجه الصائم القائم. کسی که اگر فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، در نزد خداوند هر روز نویسانده می شود. اجر کی را، ثواب کی را؟ کسی که روز روزدار است و شب تا به روز نماز می خواند. کسی که روز روزدار و شب تا به روز نماز می خواند، چند قدر ثواب او نائل می گردد. انا همون مقدار ثواب خداوند در نامه اعمال آن انسانی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد
خداوند کتابت میکند. هر کس که دلی بنده ناشاد کند، شاعر میگوید هر کس که دلی بنده ناشاد کند، جبر و ستم و جفا و بیداد کند. اگر آدمی که دل یک برادر ناشاد میکند، جبر میکند، جفا میکند، اینا را شاعر مکافات چی گفتند؟ در حالت مرگ و وقتی جان کندن خود، با درد و عذاب داد و فریاد کند. کسی که حالت مرگ می آید بالاش، حالت درد بالاش می آید، این روزهایی که برای آزار مردم جدا کرده بود، این ساعت و این روزها را در نزد خدا جواب می گوید، داد می گوید، فریاد می زند. درد او باز چند می شد؟ دو چند و سه چند باز زیادتر می گردد. کسی که در دنیا اگر یعنی همین فعل دلازاری را داشته باشد، سعدی می گوید دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل گذرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است. اون کعبه را حضرت ابراهیم تیار کردن، لیکن دل گذرگاه جلیل اکبر است. این دل جای نشستگاه خدای ما و شماست. دل انسان ها را باید ما و شما به دست بگیریم، کاری کنیم تا حد امکان. باید که بسیاری دشنامه ها و دیگر قباحت ما و شما تحمل کنیم، در حال غضبناک نشیم، در حال جواب او را نگردانیم. زیرا پیغمبر خدا گفتند بدترین شما کسی هست که تیز غضبناک می شود و دیر غضبش می رود. این بدترین شما هستید. السلام علیکم حاجی داملا. تمامی خانواده هایمان شما را دوست می دارند و کسیته های شما را هر جمعه گوش می کنند و انتظاری می کشند. من یک سوال دارم. عائله من نمازخوان است و در بازار سوداگر است و خود نیز در اداره دولتی کار می کنم و یک خواهرم نیز کارگر است. داملا اسلام برای کار کردن زن چی می فرماید؟ خواهش می کنم. این اسلام مقابل نیست که خواهر و زنهای ما و شما کار نکنند، بلکه اولا چیزی که من برای شما خبر میدهم، خواهر ما و شما نفقه او در گردن پدر و مادر است، در گردن پدر است تا وقتی که به شوهر میبراید، و زنهای ما و شما را نفقهش در گردن ما و شماست تا وقتی که اگر طلاق میخورن از تا حتی در عیده هم باشن، اگر نفقهشان در گردن ما و شماست. از این خاطر اگر احتیاج به سوی مثال کار کردن نداشته باشند، حاجت نیست. اگر دستی رسا باشد، شرایطا باشد، میلش با که ندارد. لیکن اگر یعنی علاج نباشد، مثل که امروز بیمارخانه ها احتیاج به سوی زنها دارد که ما و شما زنها را میبریم، نمیابیم یک مثال زنی را که همون زنی ما و شما را طبابت کند. دل ما و شما به سوی مردها دور می رود. اگر باشد هم زنهایی که مثال مسلمانی که نمازخوان و خدا ترسی که اگر باز در همین بیمارخانه ها کار کنن، این البته ضروری است. اون زن از خانه نشستن در همون بیمارخانه کار کردنش ضرور است. لیکن اسلام ما و شما طلب میکند که همان زنهایی که به سوی بازار می روند یا به سوی کار می روند، سطر اسلامی را باید که رعایت کنند. باید در کوچه با گپ‌های با مردهای بیگانه و نظر کردن به سوی مردهای بیگانه ده اسلام اونها را منع میکند. اگر این شرطها را زنها به جا بیارن، هر آینه برای اونها چی در بازار نشستن چی در کارخانه کار کردن این باکی ندارد، با شرطی که همون زنها خالی از همین گپ‌های با نامحرم‌ها و بی سطر و دیگر حالت‌ها قطعی اگر از خانه بیرون نشود. یک حدیث من نویساندم، میخواهم همین را به سمع شما برسانم. پیغمبر خدا گفتند ایاک بالخلوة بالنساء والذی نفسی بیدی ما خلا رجل بامرأة الا ودخل الشیطان بینهما ولأن یضحم الرجل خنزیرا متلطفا بطین او حماءة خیر له. پیغمبر گفتند از خلوت با زن بپرهیزید.
یعنی اگر زن بیگانه باشد شما از خلوت کردن او، یعنی با او یک جا نشستن پرهیز کنید. قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، مرد با هیچ زن خلوت نکند که سیوم آنها شیطان می شود. وقتی که مرد با یک زن بیگانه نشست، چی در خانه چی در کارخانه در کجای نباشد، حتمی شیطان سیوم نفر آنها می شود، آنها را وسواس می کند. اینا از تجربه حیاتان خودتان یک تفکر کنید. برای مرد همنشین و نزدیک شدن با خوگ آغشته با خاک ولای بهتر است از اینکه همنشین با یک زن بیگانه میکنند. پیغمبر گفتند با یک خوگی که آغشته لای است و آغشته خاک است، با او همنشین شدن بهتر از اونه که با یک زن بیگانه شما می نشینید. زیرا که عاقبت زن با زن بیگانه نشستن این چه است؟ این زنا هست. این بار با او مثال با صحبت‌های شیرین صحبت میکنین، عاقبت با یک دیگر دستی به دست سلام میکنین، عاقبت با یک دیگر یک موعد اعلان میکنین که فلان جا ما و تو ملاقات میکنیم، عاقبت چی میشود؟ کارش به زنا انجام